و در موضع دیگر چنین میفرماید سوره نحل آیه 36 ولقد بعثنا فی کل امة رسولا. الله میفرماید ما روان کردیم در هر جماعت یک پیغمبر. برای چی روان کردیم؟ چی پیام داره به مردم؟ کدام ذمه‌واری از جانب الله متعال آورده که به مردم اعلان میکنه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ پیغمبران به امت خود، به مو گروهی که الله روان کرده برایشان، برای او اعلان میکنه که عبادت یک الله را بکنه. واجتنبوا الطاغوت، تنها عبادت الله کافی نیست تا وقتی که اجتناب از طاغوت نآمده باشد. طاغوت هر آن چیزی که بغیر الله پرستشش به طریق ناحق میشه و او به مو عبادت راضی باشه طاغوت است. طاغوت هر آن چیزی میگه که سبب طغیان و سرکشی تو میشه، از حدود تو را میکشه. پس عبادت غیر الله متعال که او سرش راضی باشه و تو غیر الله را به ناحق عبادت کرده رایستی را طاغوت میگه. انبیاء علیهم السلام طاغوت گفته نمیتونیم، چرا که انبیاء علیهم السلام به عبادت خود راضی نیستن که مردم عبادت از او را بکنه. اما او کسی که مردم برش سجده میکنه، چارغوک برش میره و خوش آمست، اگر نکردی بی ادب آمستی تو را از مجلس هم میکشه، این طاغوت است. اصطلاح قرآن کریم است. تا وقتی که انکار سریرمی طاغوت نکردی، ایمانت تحقق پیدا نکرده، ایمانت موجود نشده، ایمان ثابت نیست. آیت قرآن کریم است. پیغمبران همینطور میگه اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنی، واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب کنی. در این عبادت کسی دیگر حق نده، نه سجده را، نه نذر را، نه هیچ چیزه. هیچ چیزه بغیر الله به کسی دیگر قائل نشوی از عبادت. از او خاطر میگه الله جل در قرآن کریم داستانهای پیامبران و اقوام آنها را بیان نموده است که اولین دعوت پیامبران به سوی عبادت الله به یگانگی بوده است. دعوت انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم سر ما و شما واقعات میآید. اول دعوتشان به است که الله را پرستش کنید تنها. همچنین عاقبت مؤمنان را که دعوت پیامبرانشان را لبیک گفتن، یعنی قبول کردن، و عاقبت مردمان سرکش که فرستادگان الله را الله جل جلاله تکذیب نمودن و با او تعالی شریکان قرار دادن که هیچ دلیل و برهان بران نداشتند را نیز بیان داشته است. قرآن کریم امی واقعات و حوادث انبیاء علیهم السلام برام بیان میکنه و بر ما واضح میشه که در مقابل پیغمبران علیهم السلام دو طایفه بودن. یک طایفه کسانی بود که دعوت انبیاء را لبیک گفته قبول کرده و یک طایفه مردمایی بود که سرکشی میکرد، دعوت پیغمبران را تکذیب میکرد. بله موجود است. کدام داستان شروع میکنه؟ الله جل جلاله میفرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا ما فرستادیم نوح علیه السلام به سوی قومش. اولین شخصیتی که دعوت داده، دعوت به سوی توحید الله داده، نوح علیه السلام است. چرا؟ تا نوح علیه السلام، تا زمان نوح علیه السلام مردم به یک دین بودن، ضرورت پیدا نمیشد که کسی را دعوت میدادی. کل یک دین قبول کرده بود، شرک پیدا نشده بود، مزخرفات پیدا نشده بود. در زمان نوح علیه السلام شرک پیدا شده و نوح علیه السلام اولین پیغمبری است که دعوت به سوی توحید الله میده. از او زمان الله متعال بر ما نقل میکنه در قرآن کریم که نوح علیه السلام قوم خود دعوت داده. اول کلمه که نوح علیه السلام به قوم خود گفت نمیسته کدام است؟ اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنی. چرا؟ ما لکم من اله غیره. اعبدوا الله و ما لکم نیست برای شما من اله معبود غیره، غیر از الله متعال. امی دو جمله معنای لا اله الا الله است. عبادت یک الله را بکنی و هیچ کسی دیگر مستحق عبادت دیگر نیست. امی معنای اینمی دو جمله است. بعد از چی میگه؟ انی اخاف علیکم. ایره برای کلان تراشی خود نمیگم که شما را دعوت به سوی ملکی خود میکنم که من ملک شوم. ایره به خاطر نمیگم که نعوذ بالله من یک چیزی از مادیات دنیا یا مقام و منزلت دنیا به ایسه میرسی گپا میزنم. این از دلسوزی. چرا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. من میترسم بالای شما از عذابی روزی که خیلی عذابش بزرگ است، یا روز خیلی بزرگ است. از اردو معنا درسته است. نوح علیه السلام اولین پیغمبری که دعوت داد به سوی توحید الله متعال. هر پیغمبر آمده قومی خود دعوت داده. خب امروز دیگر میبینیم اینه که دیگر و میفرماد در سوره اعراف آیه 65 او خود سوره اعراف آیه 59 بود و الی عاد اخاهم هودا.
به سوی عادیا برادرشانه، یعنی برادر نسبیشانه، هود علیه السلام روان کردم. هود علیه السلام چی پیام داشت به قوم؟ چی مطالبه داره؟ چی چیز از پیششان میخواه؟ هر پیغمبر که آمده دلسوزی بالای قوم کرده، اولین چیزی که قوم مبتلا به او دیده و سبب هلاکت قوم است شرک است. عقیده توحید نداشتن است. از همون خاطر پیغمبرها اهتمام کرده که قوم خود موحد بسازه، عقیده توحید برشان یاد بده. هود علیه السلام هم چی میگه؟ یا قوم اعبدوا الله، قومی ما عبادت یک الله را بکنی، ما لکم من اله غیره. همین جمله را نوح علیه السلام هم گفته بود و هود علیه السلام هم به قوم خود که عادیاست برای از هم میگه نیست برای شما غیر از الله متعال دیگه کس معبود، یعنی کسی حق عبادت نداره دیگه غیر از الله متعال. افلا تتقون، آیا بازم خدا نگاه نمیکنی از این شرک و بدبختی؟ چرا نگاه نمیکنی؟ خب دیگه در سوره اعراف آیه 73 و الی ثمود اخاهم صالحا، الله میفرمه به ثمودیا برادر نسبیشان روان کردم، صالح علیه السلام. صالح علیه السلام چی پیام داشت به قوم خود؟ قال یا قوم اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکن، ما لکم من اله غیره، غیر از الله معبودی دیگری نیست. هر پیغمبر آمده قوم خود دعوت به سوی کی کرده؟ دعوت به سوی لا اله الا الله. اینمی جمله که ما شما میخوانیم هر پیغمبر گفته، این مفهوم یا مقصد لا اله الا الله است. در آیت 85 سوره اعراف و الی مدین اخاهم شعیبا، در اهل مدین برادر نسبیشان شعیب علیه السلام روان کردم. شعیب علیه السلام پیغمبر چی دعوت داشت؟ اول دعوتش همی بود یا قوم اعبدوا الله، ای قوم ما عبادت یک الله را بکنی، ما لکم من اله غیر، نیست برای شما معبود غیر از الله. یا مجموعه جمله که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، تفسیری کیست؟ تشریع لا اله الا الله. پس دعوت انبیاء علیهم السلام به سوی لا اله الا الله است. در آیه 26 و 27 سوره زخرف و اذ قال ابراهیم لابیه، زمانی که ابراهیم علیه السلام میگه قابل یادآوری است، ای پیغمبر علیه السلام یاد کو، پیغمبر یاد کو، قابل یادآوری است برای امت خود که زمان ابراهیم علیه السلام میگه لابیه به پدر خود و قومی به قوم خود چی میگه؟ اننی براء مما تعبدون، من اعلان بیزاری میکنم، دستبردار میشم از آن چیزی که شما عبادت میکنه. کدام چیزی را که عبادت میکنه از او دستبردار هستم، اعلان بیزاری میکنم، قطعا شما هم نوا نیستم. بله من عبادت از یک ذات میکنم، الا الذی فطرنی، از او ذات عبادت میکنم که مرا پیدا کرده. مرا پیدا کرده. این بوتای شما چی را پیدا کرده؟ فانه سیهدین، یقینا الله متعال مرا هدایت میکنه، او مرا در یک مقصد میرسانه، راه زندگی مرا، راه کامیابی مرا بر من ترسیم میکنه، تعلیم میده. این بوتا چی میکنه؟ این چیزایی را که شما عبادت میکنه حتی برای شما توجیه یک ادناترین چیز براتون کرده نمیتونه که اینی کارا بکنی اینی کارا نکنی، اینی فایده مند است اینی مضر. تعجب نیست؟ در دیگه جای چی فرموده؟ در سوره بقره آیه 133 هم کنتم شهدا، آیا شما حاضر بودید از حضر یعقوب الموت؟ بنی اسرائیل دعوا میکرد که نعوذ بالله عبادت غیر الله از نیاکان ما برای ما باقی مانده. مستی که مردم ما هم گپا را ادعاها را داره، میگه از پدر تا پدر این گپا برای ما باقی مانده، ما این را اعلان نمیکنیم. الله متعال میگه که آیا ای بنی اسرائیل شما حاضر بودید از حضر یعقوب الموت؟ پدرتان جدتان که یعقوب علیه السلام است که او زمان وفات میکرد، مرگ برش علامات مرگ برش نزدیک شده بود، خبر داره؟ او خودم آخرین مرحله زندگی خودم تاکید سری اولاد خود داره که اولاد منحرف نشوه، رای مستقیم توحید اعلان کنه، عقیده توحید از دستشان نروه. از امو خاطر انسانی که از دنیا رحلت میکنه امو مهمترین سخن به اولاد خود پیش میکنه. یعقوب علیه السلام کدام سخن پیش کرده؟ اذ قال لبنیه، زمانی که برای اولاد خود میگه ما تعبدون من بعدی، غم دنیا را نداره، نمیخوره، بلدینگ داره، خانه داره یا نداره، مال داره یا نداره، چی رقم زندگی بکنه، فقط غم عقیده را میخوره که عقیده درست باشه. اهمیت توحید اینجا آدم میفهمه که یعقوب علیه السلام در دم مرگ خود از اولاد خود تعهد میگیره، اقرار از پیش میگیره که بچایم بعد از مرگ ما شما کی را عبادت میکنه؟ ما تعبدون من بعدی، پس از رفتن ما از دنیا شما منظور چیست؟ تا وقتی که ما حیات هستم خود نمیگذارم تانه که غیر الله را عبادت کنی، نعوذ بالله راه شرک در پیش بگیره. در این خط مستقیم توحید باید روان باشه، این مسئولیت ما هم است. اما از دنیا که میرم شما چی میکنه؟ قالو اولادی تو اولادی نیست، در خاندان نبوت تربیه یافتن،
مزایا و افتخارات توحید میدانه، اهمیت توحید میدانه، به پدر خود تعهد میده. چی میگه؟ قالوا نعبد الهک، ما عبادت میکنیم چیستا؟ معبودی تو را. کدام ذاتی را که تو عبادت کردی امور عبادت میکنیم. و اله آبا که معبودی پدرای تو را. کی بود پدرایش؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام. هر کدام علیه ده معبود داشت؟ نه نه نه، الها واحدا، یک الله. کل بابا و جد ما تو که کدام معبودی را عبادت کرده، ما امو معبود عبادت میکنیم، دیگه طرف نریم. و نحن له مسلمون، ما با تمام معنا در ظاهرم خود مکمل تسلیم نظام الله متعال کردیم. این تعهد اولاد با پدر است. اهمیت توحیدی قدر است. امروز ببینیم در کجاست؟ دیگه جای. خب و زبان یوسف علیه السلام میفرماید این کلی انبیاء علیهم السلام که سر توحید تمرکز کرده، غم توحید در دلش است، قوم و ملت خود دعوت به توحید داده، علنی داده، آشکارا داده، اعلان کرده، با شجاعت گفته. کلی زیر الله برای ما در قرآن خود بیان کرده رایسته. یوسف علیه السلام در زندان است، در سجن. در سجن آدم غم خود میخوره. مردم میگه اگر از پیشش یک موضوع هم پرسان میکنی بام برا غم خود بخورم، تو برا دیگه پا میکنی. نه، او دمو زندان دعوت توحید داده رویسته. کدام میگه ارباب متفرقون، کدام کسایی که با یوسف علیه السلام در زندان بندیست برای ازوا دلیل پیش میکنه. برش میگه آیا نعوذ بالله معبودا او خدایایی که جدا جدا باشن خیرون بهتر است ام الله الواحد القهار، یا او اللهی که یک و یکتاست القهار و که غالب است، هیچ کس مقابله از او را نمیتونه. پس غالب تنها یک الله است، دیگه کس نیست. لایق عبادت هم تنها الله است. ارباب متفرق کدام است؟ امروز کسایی که غیر الله به دیگه کسا رو آورده، گاهی در طرف جلال‌آباد میده و گاهی در طرف غزنی، گاهی در مزار میده و گاهی در اوپیان. ربهای متنوع را برای خود گرفته، به امراض خود رقم کسا را مقرر کرده میده و الله را فراموش کرده. یوسف علیه السلام میگه کدامش بهتر است؟ سوره انبیاء 107 و 108 الله میفرمه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. به پیغمبر علیه السلام روان نکردیم تو را مگر رحمت برای کل مخلوقات. پیغمبر علیه السلام پیغمبریش عام است، تنها به قوم قریش نیست مثل انبیاء سابقه وری که تنها به قوم بود، مسئولیت یک قوم داشت. اینجا مسئولیت عام است به کل مخلوقات. ما روان نکردیم تو را مگر رحمت برای کل مخلوقات. رحمت به کدام حیثیت است؟ قل انما یوحا. رحمت به این حیثیت است که مردم از شرک و بت پرستی، از مخلوق پرستی برای به الله پرستی رجوع بکنه، الله را بشناسه، خالق خدا بشناسه. از او خاطر برش میگه قل بگو ای پیغمبر علیه السلام به مردم می اعلان بکن انما یوحا الی، برای ما وحی کرده شده. ما از وحی بر شما بیان میکنم، لیکن در سر عنوان وحی ما کدام چیز در سر فهرست است؟ انما الهکم اله واحد، که معبودی شما ذاتی که قابل پرستش و بندگی است تنها یک الله است. فهل انتم مسلمون؟ پس آیا شما مسلمان میشه؟ تسلیم میشه برای الله متعال یا نمیشه؟ آلی برای ما واضح شد که کلی انبیاء علیهم السلام دعوتش توحید الله بوده. امروز پیغمبر موجود نیست، قائم مقامش امی علمای محترم است. آیا موضوع توحید به مردم فهمانده؟ کلمه لا اله الا الله را در عمر ما به می قدر عمر ما تشریح کرده؟ سری مقصد و مطلب از این ما را فهمانده که بله لا اله الا الله چی مطلب داره و چی مقصد داره؟ بگوی. چون دعوت همه پیامبران به سوی توحید است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز نخواست مردم مکه را به یکتا پرستی الله جل جلاله دعوت دادند و از آنها خواستند که بگویند معبودی بر حق نیست مگر الله یکتا و بی همتا و از بت پرستی دست بردارند. لکن بیشترشان تکبرانه خود کلام تراشیده از دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ابا ورزیدن و با عبودیت الله سبحانه گردن خم نکردن، چنان که قرآن کریم در مورد آنان میفرماید در سوره صافات آیه 35 و 36 انهم كانوا اذا قیل لهم، مشرکین مکه بودن وقتی که برشان گفته میشد لا اله الا الله، لایق بندگی و پرستش غیر از الله دیگه کس نیست، یستکبرون خود کلام میتراشیدن، این گپ نمیپذیرفتن و یقولون باز میگفتن انا لتارک الهتنا، آیا ما گذاشته نیستیم معبودای خدا لشاعر مجنون، به خاطر سخن یک شخصی که او شاعر است و دیوانه است. نعوذ بالله. ببینه ضد و عناد و تکبر انسان وادار به این میسازه که از حق چشم پنهان کنی، حق واضح نگویی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوشیارترین مخلوقات است،
شخصیتی که الله متعال آنقدر کمال بر یزید داده که هیچ مخلوق دیگه با او برابری کردن نمیتونه. اما این بدبخت مردم از روی ضد و عناد پیغمبر شاعر میگه. شاعر به خاطر میگه کلماتی که میخونه کم کم مثل که کلمات موزون باشه، مثل شعر واره. مجنون چرا میگه؟ همیشه قوما که کنم پیغمبر مجنون گفته، میگه این اکثریت یک مخلوق یک کار میکنه تو دیگه، یک تنها تو دیگه. میگه این می دیوانه است. حالی هم که تو دعوت به سوی توحید الله بدی، مردم تو را دیوانه میگه. میگه تو سیکو بخی، میگه آرام بشی که کدام پوز بکلت یک جای میده میکنه. این قدر مردم یک طرف روان است، تنها توی گپ میزنی. از او خاطری را مجنون میگه. لکن الله سبحانه سخنان آنها را رد نموده، فرمود بل جاء بالحق و صدق المرسلین. بلکه پیغمبر علیه السلام به حق آمده، آن چیزی که واقعیت داره. اینمی توحید الله متعال است. و تصدیق کرده انبیای سابقه را. چرا انبیای سابقه و می دعوتشان بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم می دعوتشان است. بناهن کلمه توحید یا کلمه طیبه کلمه حق است، کلمه که پیامبر ما صلی الله علیه وسلم همه پیامبران پیشین مردم را به سوی آن دعوت نموده اند. اینی کلمه حق است. عالی بخیر در حدیث هم برای ما و شما واضح میشه که این کلمه سبب چی است، که انسان در دایره اسلام داخل میشه. استدلال از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم. خلاصه درس ما و شما فهمیدن مقصد لا اله الا الله ضروری است و مفهومش چی است، که بجز از الله حق عبادت کسی دیگری نداره و حق عبادت خاص برای کی است؟ الله جل جلاله. و این مطلب کیست؟ لا اله الا الله. پس به هر معنا عبادتی را که مخلوق به غیر الله بکنه، چی طلب دعا باشه، چی نظر به نام غیر الله باشه، چی قسم به نام غیر الله باشه، و چی ذبح به نام غیر الله باشه، و چی نعوذ بالله سجده به غیر الله باشه، رکوع به غیر الله باشه، قیام به غیر الله باشه، کلش عبادات است. و اینمی عبادات حق الله متعال است، از غیر الله نیست. پس کسایی که عبادت به غیر الله به کسی دیگری میکنه، نقض چی را میکنه؟ کلمه لا اله الا الله. الله ما و شما را نگاه کنه. در آخر نواقض میخوانیم. خیلی خوب سوال کرد. اکثر دمی کتابای خصوصا به نام عقاید ما و شما در مکاتب که خوانده میشه و همچنان در مدارس به نام شرح عقاید است. تاسف در اینجاست که به جای از اینکه کتاب عقیده خوانده شود، کتاب اهل کلام خوانده میشه. اهل کلام کسانی بود که در همونجا جار و جنجال پیدا کردن. جار و جنجالی طور است، بسا اوقات اگر کسی نیتش و ارادش این نباشه که مردم یگانگی الله را بشناسن، عبادت الله را بکنن، و مردم در شک میپرته. مردم چی طور در شک میپرته؟ الله یکی است یا دو، نعوذ بالله. این صفت جزئی الله است یا که از جزئی الله جداست. این گپا را تو بالا میکنه. در اون زمان همین قسم مسائل پیدا شد و مردمی که از این موضوعات بحث میکرد، این را به نام اهل کلام یاد میکرد. به نزد از این مردم چیست؟ در تعریف صفات الله اینطور میگن که صفات الله نه عین الله است نه غیر الله. اصل قاعده است که کدام صفاتی که در قرآن حدیث برای الله آمد ما ثابت میکنیم، دیگه زیاد تشریح و بحث نمیکنیم. میگیم اینمی صفات برای الله ثابت است. چرا که در قرآن الله برای خود ثابت کرده، در حدیث پیغمبر برای الله ثابت کرده. کیفیت ازیر ما نمیدانیم. گپ در این نمیزنیم که جز است یا کل است، جداست یا یک جای است. این گپا را نه صحابه سوال کرده، نه بحث از پیشش کرده، نه پشتش گشته. فقط چیزی که آمده امور ثابت کرده، کیفیت ما نمیدانیم. از خود خبر نداریم، از وجود خود. روح در تن ماست که توسط از او زندگی است. کدام شخص است برای ما معرفی کنه که روح چی است و چی قسم است؟ وقتی که ما سری روح خود که در وجود ماست معلومات نداریم به صفات الله چه قسم احاطه علم ما بیایه. از همون خاطر این علم فقط برای الله سپرده میشه. صفت برای الله ثابت است، کیفیتش برای ما معلوم نیست. از همون خاطر بود که امام مالک رحمه الله یک کسی از پیش آمد، از پیش سوال کرد که الله در سر عرش است. در این مورد چی میگی؟ گفت بله، معنای الله چی عرش هم معلوم است، معنای استوا معلوم است، اما کیفیت مجهول است. برابر شدن الله سر عرش این بالکل گپی درست است، قرآن ثابت کرده. چه قسم شما بیان کرده نمیتونیم، کیفیتش برای ما معلوم نیست، چرا که ما معلومات نداریم. بعد از او امام مالک رحمه الله گفت که سوال از این طور چیزا کردن هم بدعت است. صحابه سوال نکرد، هیچگاه پیش پیغمبر نامدن که چرا قرآن گفته که
الله سر عرش است خلاص. نه، امی گپ فهمیدن سر اون موضوع عقیده کردن خلاص. آلیم بعد از اهل کلام گرفتن صفات الله را اینطور میگه که نه عین است نه غیر. عین نیست، عین الله نیست. در مفهوم خود عین الله نیست. مثلا کریم مفهوم الله شده نمیتونه. الله معبودی بر حق میگه و کریم ذاتی که عزتمند است و عزت میده. خب و غیر الله هم نیست، یعنی در مصداق خود در مصداقش غیر الله نیست. اگر کریم میگیم کدام ذات است؟ الله است. اما ما میگیم اینمی تشریحات و اینمی بیانات هم بدعت است، چرا که در اون زمان در مورد صفات الله این تو تشریحات داده نشده. از او خاطر این گپا را نزن. بله صفات فعلی و ذاتی الله امی تقسیمات اهل کلام کرده. در کتب عقاید گپا نمیه که صفات دو قسم است، که فعلی یا ذاتی. بله اگر کسی بکنه صفاتی که ذاتی است، صفات ذاتی او را میگه که منفک نمیشه از الله متعال، همیشه قطعی ذات لازمی است. صفات فعلی است که الله متعال به ضدش توصیف میشه. مثلا الله متعال به یک کسی را مغفرت میکنه و کسی را چی میکنه؟ باز امو را عذاب میدشه. این طور این صفات فعلی میگه. اما در بحث عقاید همین موضوع هیچ کدام ضرورتی نداره که ما تقسیمات کنیم که صفات ذاتی است صفات فعلی. بل کدام صفاتایی که در قرآن و حدیث برای الله آمده او را ثابت میکنیم، بدون معطل نمی کنیم، تشبیه نمی کنیم، نعوذ بالله تاویل نمی کنیم دیش، و همچنان چیسته کیفیتش بیان کردن نمیتونیم، فقط برای الله ثابت میکنیم. امو رقم که لایق شان کیست؟ الله متعال. اینی موضوع صفات است که با تاسف در این وطن ما و شما در مکاتب حتی به بچهای خرد این موضوعات در بخش عقاید آورده و این سراسیمگی را برای اطفال ما، برای شاگردای مکاتب ما پیدا کرده. مشکل اینجاست. مشکل نمیره برتان مالزه شد که هر کدام ما کلانترین سن اینجا از شیخ صاحب عبدالکریم و آجی صاحب است، یا باید بر ما بگوید که در طول عمر کدام عالم در مورد لا اله الا الله سخن گفته یا نه؟ مردم فهمانده به مقصد لا اله الا الله یا نفهم؟ امروز که کسی در صدد بیان اینمی کلمه هست، اونمو مردم متهان میشه، تاپه زده میشه، اما مردم نعوذ بالله مردم نفرت میکنه، وگرنه اصل حقیقت دین اینمی است. دین تا وقتی که مقصد و مفهوم ندانی که قبله را سوراخ بکنی توسط نمازایت، پیش الله متعال معتبر نیست تا که عقیدت درست نشده باشد. ولی با تاسف در مکاتب ما در بخش عقاید دیگه پا خونده میشه. چی ضرورت است به که صفات الله عین است؟ از شرح عقاید میگیرن، شرح عقاید نصفی در کل مدارس پاکستان در بخش عقاید همون کتاب خوانده میشه که در اونجا هیچ عقیده نیست، هیچ عقیده نیست، اما او خوانده میشه. کتاب اهل کلام است، فقط جر بحثی بیرونی، جر بحثی که هیچ فایده سرش مرتب نشه. الله رحم بکنه. ببینید اگر یک انسان نفهمه که تاریخی جور کردن بیت المقدس چند است، چی پروای داره؟ چند دانه صحیفه امیر کسی بده چی ثابت کرده میتونه؟ با سند صحیح که چند صحیفه سری داود علیه السلام آمده؟ در یک سند صحیح ثابت نیست. خیر چطور؟ در سطح پانتون سوال باید بیدار کننده باشه. لا اقل یک شاگرد از امو سوال یک چیزی برداشت داشته باشه، مسائل باشه که یقینا تعلق به بیداری امو شاگرد باشه، دونمو چیزایی که فقط عمر ضایع شود. ولی ما را به چی صحیفه داود علیه السلام چی که چند دانه است، ما را در شماری از او چی؟ تنها ما میدانیم که زبور نام کتابش است و در قرآن کریم ذکر شده و سر داود علیه السلام آمده، خلاص. ما دیگه چی کنیم؟ تعدادش چی میکنیم؟ تاریخش چی میکنیم؟ چند دانه بود؟ چی گپا دایش بود؟ این گپا از ما چی نیست؟ یا کعبه چند دفعه ویران شد. الله رحم بکنه. أيا دارها حييت دارا ومن